شد با یک اداره کننده بی‌طرف در مقابلش کیانوری بود، دکتر پیمان بود، نماینده چریک‌های فدای خلق بود، گروه‌های دیگه بودن و مناظره کرد و صحبت کرد. ایشان اعتقاد داشت اعتقاد یک گفتمان اصیل در همه صحنه کشور برمیگشت که ما اونقدر قدرت داریم این آزادی ها رو تحمیل بکنیم تا آینده کشور در جوه بس این آزادی ها. چرا ما به دلیل اندیشه، به دلیل اظهار نظر آنچنان نگاه امنیتی پیدا کنیم که تعدادی از بهترین جوانها و دانشجویان ما در زندان باشد. صحنه مناظره